امروز بازی داریم، بازی قانون 5 ثانیه‌ای. اینجوریه که با کمک این اپلیکیشن از اون سوال میپرسه، مثلا میگه که 3 تا شی با بگو و تو 5 ثانیه ما باید بگیم. هر کسی که ببازه هم مجازات داره. Three, 2, 1, go. 3 تا فیلمی که توی اسمش عروس باشه. عروس آتش، 3 تا میوه هسته دار. پرتقال، کیوی، کیوی هسته داره؟ دونه هایی داره. نه. 3 نویسنده یا شاعر روس. لو تولستوی. دیگه ملیاتش رو نمیدونم کجا. 3 تا تم دهنده چای. دارچین، هل، زعفرون. درست گفتم دیگه. 3 وسیله مربوط به مو. سشوار، بابلیس، اتوبان. 3 تا فیلم با بازی مهران مدیری. فیلم، پاورچین، نقطه چین، شبای برره. 3 برند لباسشویی. بوش، سامسونگ، اسمابا. 3 تا کشور با ف. فنلاند، افغانستان، فرانسه. 3 ابزار هوشمند. موبایل، تبلت، تلویزیون هوشمند. 3 تا فعل با خ. خریدم، خوردم، خاریدم. 3 تا شی با ت. تبر، تاس، تابلو. 3 تا فیلم با بازی پانتابر. یادم نمیاد. شام اصلا نمیاد. 3 تا فعل با دال. دویدم و دنبالش گشتم. دنبالش گشتم که فعل نیست. دویدم و دریدم و مثلا اشتباه. عجیبه، واقعا عجیبه. 3 تا وسیله پوشیدنی با که. کلاه، کاپشن، کت. 3 نوع سنگ قیمتی. آرتمیس، نه آمیتیس، کوارت، درست گفتم دیگه. وقت تموم شد. دیر گفتی. زنگ. 3 تا اسم پسر با پ. پرهام، پویا، پرویز. 3 نوع دندان. دندان شیری، دندان آسیا، دندان ابر. 3 ابزار روشنایی. لامپ، لوستر، چراغ قوه، آتش. 3 ورزش تیمی. والیبال، بسکتبال، فوتبال. 3 تا شخصیت سریال شهرزاد. شهرزاد، قباد. یارو سریال شهرزاد رو ندیده باشه. دیفالت که همه ندیدن که. 3 نوع عینک. عینک آفتابی، فوتوکرومیک، طبی. 3 صنعت مهم. صنعت کشاورزی. پتروشیمی. 3 شهر مرزی. کرمانشاه، روسیه، نفوس و مسکن، آبادان. هیچ کدومش نه. 3 مدل بخاری. بخاری برقی، بخاری گازی، بخاری زغالی. نمیدونم. 3 ساز پوستی. طبل. اون یکی چی میتونه باشه؟ تنبک، دف، طبل. 3 تاشو گفتم. زمانت گذشته بود. تنبک هم نگفت. چرا؟ تو ذهنم گفتم. گفتی تنبک. خب بس این دفعه. 2 تاش بود دیگه. 3 سریال کره‌ای.
اصلا سریال کره‌ای اسکوید گیم، پادشاه جمون 3 اسم دختر با ه. حاله، هستی، هلیا. سن و برنج. برنج دودی، برنج عطری، برنج یعنی چی سن و برنج چند داره؟ هاشمی مثلا نمیدونم اینا رو منظورش بود؟ چونه دیگه من بردم 10 7 10 یه دونه چون نگفتم 10 7 دیگه اشتباه گفت زدی 10 7 خب ایسا آماده ای؟ نه کلش رفت تو دماغم نوش جونت بذار سوالتو جواب بدم که آماده یا نه میکروفون خراب میشه چسبید مجاز دیدی آب تو دماغت میره چجوری میشه؟ نه اصلا آب تو دماغ میره تا اون ته میسوزه آره کاری بکرد اصلا برم دوستان مرسی که این ویدیو رو هم دیدین امیدوارم که از این بازی ها خوشتون اومده باشه حداقل لایک کنید ویدیو رو شما هم لذت برده باشین از مجازاتش آره دیگه من مجازات میشم حداقل یه لایک رو همین الان بزنید بعدش پشتبندش سابسکرایب پشتبندش زنگوله پشتبندش کامنت اینا همه لازم است تا مجازات های شدیدتر و بیشتری و من انجام بدم مثبت 18 مرسی که دیدین و خداحافظ خداحافظ